دوستان سلام، حال احوالتون خوبه؟ آقا خرمگس معرکه یعنی مقام عظمای فلاکت یه بار دیگه بدون نعلین پرید وسط گود و یه تخم دو زرده تقدیم امت همیشه در صحنه کرد. ایشان یکی دیگر از ادعاهای دروغین آمریکا را ادعا در خصوص امنیت منطقه خلیج فارس دانستند و افزودند امنیت خلیج فارس مربوط به کشورهای این منطقه است که دارای منافع مشترک هستند و نه آمریکا. بنابراین امنیت منطقه خلیج فارس باید به وسیله کشورهای همین منطقه تأمین شود. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال تأمین امنیت منطقه خلیج فارس نیست و صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را هم ندارد گفتند اگر منطقه خلیج فارس امن باشد همه کشورهای منطقه از این امنیت بهره‌مند خواهند شد، اما اگر خلیج فارس ناامن شود برای همه کشورهای منطقه ناامن خواهد بود. از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و گفت شیرین است. میگه اگه امن باشه واسه همه امنه، اگه ناامن باشه برای همه ناامنه. از یه طرف میگه امنیت خلیج مربوط به کشورهای منطقه است، بعد از اون طرف خودش با زبون الکن خودش همین کشورهای منطقه رو تهدید میکنه. حضرت آیت الله خامنه‌ای کشورهای منطقه را به هوشیاری در قبال سیاست استکبار برای ایجاد دشمن موهوم و ترساندن این کشورها از یکدیگر فرا خواندند. به جان خودم ولی فقیه به این گیجی ندیده بودم من. خب اون یارو نماینده فسیل مباهدی کرمانی که یه روز قبل تو جمعه بازار یه حرف دیگه زد که فقط 180 درجه با حرف تو فرق داشت. اینها آقای اوباما در کمپ دیوید به کشورهای خلیج فارس که بعضی از آنها شرکت نکردند یا به عنوان رئیس جمهور شرکت نکردند به این کشورها تذکر می‌دهد، میگوید از این چیز جالبیه، میگوید از ایران نترسید بلکه از اختلاف درون خودتون بترسید. دیدید رفقا، علی گدا گفت اوباما کشورهای منطقه رو از آخوندا میترسونه، اما نمایندش گفت اوباما به کشورهای منطقه گفته از آخوندا نترسید. یعنی واقعا این دستشون به اون دستشون میگه غلط کردی. یارو انقدر خماره که حتی حال نداره نماینده نمره موقتش رو هم توجیه کنه. همینه دیگه، وقتی بادکنک عظما تو منطقه میترکه همین میشه دیگه. یه روز اومد از بینیایی گفت که قراره به خاک مالیده بشه. اینا قطعاً ضربه خواهند خورد، قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. این مال زمانی بود که علی گدا هنوز داشت تو بادکنک منطقه‌ایش فوت میکرد، اما وقتی زمان گذشت و سنبه پرزور شد ناگهان بادکنک گفت بوم. بعد حالا افخم الملوک اومده بینی خاکی عظما رو نشون میده و دنبال سازمان ملل میگرده. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت امیدواریم این کمک‌ها در کوتاه‌ترین زمان و با هماهنگی دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل به دست مردم یمن برسد. حالا اینم یه تحلیل از یه کارشناس یمنی که از روش میشه فهمید تا همین جای کار بینی کی به خاک مالیده شده. تريد ارسال مساعدات. من فکر میکنم که اینها تبلیغات است. رژیم ایران بعد از شکست‌هایی که خورده، شکست فجیعی که در نجات حوثی‌ها خورده، می‌خواهد تبلیغات کند. بله، بعد از بنبست اتمی حالا نوبت بنبست یمنی و بنبست منطقه‌ایه. کلاً این روزا خامنه یا تو باطلاقه یا تو بنبست. البته دو جورش یه جوره، به جز گیج زدن و قاط زدنم هیچ کار دیگه ای نداره، چون کشتی بی لنگر کج میشه و مج میشه. موشکار